سفر به کره ماه، اتفاقی که قبل از تحققش در سال 1968 یک رویا به نظر می رسید. رویایی که در آثار نویسندگانی مثل ژول ورن، هربرت ولز و هرژه خالق ماجراهای تنتن و فیلمسازانی مثل ژورژ ملیس در فیلم سفر به کره ماه تحقق پیدا کرده بود. این هنرمندان البته به جز هرژه دیگه زنده نبودن تا رفتن بشر به کره ماه در پروژه آپولو 8 و به دنبال اون پروژه آپولو 11 رو شاهد باشن. اما من میخوام در این قسمت از عکسی صحبت کنم که سوغاتی فضانوردان آپولو 8 به زمین بود. آپولو 8 دومین مأموریت از مأموریت‌های فضایی آپولو بود. پروژه‌ای که تونست پا فراتر از اونچه بشر در فضا به دست آورده بود بذاره و علاوه بر اون یک قاب با شکوه رو به ما هدیه بده و به بشر این نوید رو بده که رفتن به کره ماه دیگه رویا نیست. سلام، من شهریارم و خوش اومدین به دومین قسمت نگاتیو. جنگ جهانی دوم مدتی به پایان رسیده. شوروی و آمریکا هر کدوم به دنبال اینن که گوی سبقت رو از رقیب خودشون بدزدن. این رقابت که ما اون رو به عنوان جنگ سرد میشناسیم، در کنار جنبه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی یک جنبه جدید هم داشت: رقابت فضایی. شوروی با فرستادن یوری گاگارین در 15 آپریل 1961 تونسته بود از آمریکا جلو بزنه. آمریکا هم البته بیکار نموند و تونست با فرستادن فضانوردانی مثل جان گلن و آلن شپرد خودش رو به رقیب برسونه. اما 7 سال بعد این آمریکا بود که برگ برنده خودش رو در سال 1968 شروع کرد و به دنیا نشون داد که جاه طلبتر از رقیب وارد میدون شده. 3 روز قبل از کریسمس 1968 مرکز فضایی جان اف کندی در فلوریدا در شرف یک مأموریت بزرگ بود. فضاپیمای آپولو قرار بود در پروژه آپولو 8 3 فضانورد رو به خارج از مدار زمین و به طور دقیق به مدار کره ماه ببره. این اتفاق تا قبل از اون بی سابقه بود و فضانوردانی مثل جان گلن و یوری گاگارین تنها تونسته بودن در مدار زمین گردش کنن. علاوه بر اون موشک ساترن 5 که قرار بود فضانوردان رو به کره ماه ببره، قدرتمندترین موشکی بود که تا اون زمان به این منظور ساخته شده بود. بیل آندرس، فرانک بورمن و جیم لاول 3 فضانوردی بودند که قرار بود در این مأموریت بزرگ شرکت داشته باشند. فرانک بورمن که افسر نیروی هوایی ارتش آمریکا بود، فرماندهی این مأموریت رو به عهده داشت. پرواز آپولو 8 درست در ساعت 7:51 به وقت محلی انجام گرفت. موتورهای ساترن بعد از شمارش معکوس با صدای مهیبی روشن میشه. به گزارش یک شاهد، زمین و ماشین ها میلرزیدند و موج صدای ساترن محکم به سینه ها میکوبید. شب کریسمس بعد از 3 روز این فضانوردان به ماه میرسن و تبدیل میشن به اولین انسانهایی که از این فاصله بسیار نزدیک از زمین دیدن میکنن. وقتی فضانوردها به فاصله 60 مایلی کره ماه میرسن، مرکز فرماندهی از زمین بیسیم میزنه که ماه قدیمی ما چه شکلیه، که فضانوردها در پاسخ میگن خاکستری و بیرنگ. بعد از 4مین دور اما فضانوردان با یک صحنه بسیار باشکوه مواجه میشن: طلوع زمین. آندرس اولین کسیه که متوجه این صحنه میشه و بعد از دیدن این صحنه با شور و شوق زیاد فریاد میزنه که نگاه کن، زمین در حال بالا اومدنه، وای چقدر زیباست. آندرس اولین کاری که بعد از دیدن این صحنه باشکوه میکنه، دوربین رو به دست میگیره و شروع به عکس برداری میکنه. آندرس دوربین هاسلبلد خودش رو به دست میگیره و از دریچه لنز 250 میلیمتری دوربین عکس‌هایی رو از زمین ثبت می‌کنه. صدای فضانوردان در حین انجام این کار ضبط شده. در ابتدا بورمن با عکسبرداری از زمین مخالفت میکنه، البته به طعنه، و میگه عکسبرداری از زمین تو برنامه ما نیست و ما فقط باید از ماه عکس بگیریم. آندرس اما به کار خودش ادامه میده. اون اول چند عکس رو به طور سیاه و سفید میگیره و بعد از اون از لاول میخواد که یک حلقه فیلم رنگی بهش بده و به این ترتیب یکی از مهمترین عکس‌های قرن 20 به ثبت میرسه.
آندرس در مصاحبه‌ای گفت که از اون فاصله زمین به راحتی زیر انگشت شست من جا می گرفت. در این مأموریت همونطور که اشاره کردم قرار نبود عکسی از زمین گرفته بشه و فقط عکس برداری از ماه در برنامه فضانوردها بود. آندرس سالها بعد گفت ما در حین مأموریت بودیم و قرار نبود شاعرانه رفتار کنیم. این رویداد احساسی نبود و واقعاً موضوع بزرگی به حساب نمی اومد. 865 تصویر در طول این مأموریت گرفته میشه که 14 تای اونها زمین رو در افق ماه نشون میدن تا بار دیگه عظمت سیاره مادر رو به رخ میلیاردها انسان ساکن کره زمین بکشن. جیمز لاول گفت تنهایی بزرگی روی کره ماه مشاهده کردم و دیدن این تنهایی تاثیر بسیار زیادی روی من گذاشت. این اتفاق باشکوه به طور همزمان در حال مخابره به زمین بود. هزاران نفر در حال پخش زنده در شب کریسمس پای تلویزیون‌های خودشون نشسته بودند. در همین حین 3 فضانورد آیاتی رو از کتاب پیدایش که قسمتی از کتاب مقدسه رو خوندن و بعد از اون کریسمس رو تبریک گفتن و برای مردم دنیا آرزوی خوشبختی کردن. آیاتی که در این برنامه خونده شد آیه‌های 1 تا 10 کتاب پیدایش بود که قصه آفرینش دنیا رو تعریف می‌کرد. شرکت ملی پست آمریکا یک تمبر برای یادبود اولین سالگرد آپولو 8 چاپ میکنه. روی این طرح که عکس طلوع زمین هم هست عبارت در ابتدا خداوند که قسمت اولین آیه کتاب پیدایش هست به چشم میخوره. این عکس به سرعت در جهان منتشر شد. روزنامه گاردین نوشت این تصویر یکی از تأثیرگذارترین عکس‌های قرن 20 است. نمای زمین از دور به صورت یک گوی آبی ظریف در برابر تاریکی فضا باعث شد که مردم دنیا نسبت به شکنندگی سیاره‌شان آگاه‌تر شوند. از نظر معنوی و فلسفی هم تصویر طلوع زمین به شکلی بازتابی از اتحاد نوع بشر و خانه مشترکمان بود. ما فقط کشور یا قاره نیستیم، بلکه ساکن یک جهان آسیب پذیر هستیم. در پایان هم سفر آپولو 8 این ماجراجویی بزرگ در 27 دسامبر 1968 به نقطه پایان خودش میرسه. 3 فضانورد قصه ما در اقیانوس آرام شمالی و در نزدیکی کشتی SS یورکتاون فرود میان. این سفر محقق شدن پا گذاشتن روی کره ماه رو هم نوید میداد و کمتر از 7 ماه بعد نیل آرمسترانگ اولین قدم‌های تاریخی خودش رو به روی کره ماه گذاشت. طلوع زمین خط پایانی به سال پرماجرای 1968 بود. ترور مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مدنی سیاه‌پوست‌ها، ترور رابرت اف کندی برادر رئیس جمهور آمریکا، جنبش دانشجویی پاریس، بهار پراگ و همچنین کشتار میدان تلاتلولکوی مکزیک تنها قسمتی از وقایعی بودند که سال 1968 آبستنش بود. این 3 فضانورد با این عکس زیبا به ما نشون دادن که ما فارغ از هر عقیده، نژاد و ملیتی ابتدا انسانیم و سپس مدیون مادر زمین. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد میتونید با لایک، کامنت و سابسکرایب از ادامه کار من حمایت کنید. من شهریارم و اینجا پایانی بر قسمت دوم نگاتیو. در پناه نور و تصویر باشین. خدا نگهدار.